بله، این یک خلاصه جمع جوری بود از آنچه که یاد گرفتیم از محضر حجت الاسلام و المسلمین آقای هدایت عزیز، پیرامون مبحث امامت و اینکه فرمودن تکلیف اصلی و الهی امام جامعه مبارزه با طواغیت هست برای تشکیل تمدن اسلامی، اگه اشتباه نگفته باشم. آقا سلام، خیر مقدم، خوش آمدید. مخلص. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیزم. امیدوارم کمک بکنید توی بحث ها. الان شکلگیری یک نظریه است، داره شکل داره میگیره تو این صحنه و دلم میخواد که عزیزان سوالات خودشون، نقدهای خودشون، پیشنهادات خودشون حتما بگن و ما بتونیم بهره مند بشیم و انشالله حتی من حاضر هستم قول بدم توی چینش و جهت بحث هم حرفای مفید شما اثر بذاره انشالله. ما یه بحثی رو جلسه گذشته گفتم، با اینکه خلاصش هم بیان شده یه کلمه بیان بکنم که بتونم آیاتشو بگم. ببینید، ما گفتیم که بت پرستی تاریخش به این صورت بود که اینو بر اساس متون، حتی بعضی از متونی که در انجیل هست، اون بخش هایی که به نظر میاد تحریف نشده هستش و ما اینجوری نیستش که همه انجیل رو قبول نداشته باشیم. من بخش‌هایی از انجیل رو مطالعه کردم در تاریخ بت پرستی و همچنین حالا متون اسلامی و روایی خودمون. مجموعه آنچه که به دست میاد اینه که شیطان از ابتدای خلقت آدم دنبال این بوده که مسیر خداپرستی رو تغییر بده. به چه صورت؟ از طریق این که مردم رو سرگرم بت بکنه تا حاکمان طاغوت بیان بر مردم حکمرانی بکنن. ببینید، این دقیقاً به نفع شیطانه که یک تمدن تغییر بکنه، یک جامعه تغییر بکنه. همینجا من اینو به شما بگم، ما میگیم که جامعه تشکیل نمی شود مگر با امام. ببینید، امام یعنی اون محور و اون حاکم. ببینید، امام به معنی قدوه و اون کسیه که محور و جلو هستش و دیگران این اراده خودشون رو دادن دست او و اراده او جایگزین اراده مردم شده است. ببینید، این موضوع خیلی مهمه. پس برای تشکیل یک تمدن اسلامی فقط وجود یک امام نیاز نیست، یک امت هم لازم داریم. انا شما کلمه امت رو گفتین، خیلی دقیق گفتین. امت وقتی که مردم همه ارادهشون رو فانی در اراده امام میکنن، میگن ما تو را میخواهیم، ما تو رو قبول داریم، از تو اطاعت میکنیم. و اینو بدونید، امکان نداره انسان توی جامعه زندگی بکنه و از یک امامی اطاعت نکنه. این محاله. وقتی که انسان ها بخوان فقط از خودشون اطاعت بکنن، دیگه اصلا جامعه تشکیل نمیشه. درست شد. همین جاست که ما امام حق داریم، امام باطل داریم. خداوند متعال در قرآن آیاتی رو بیان میکنه درباره امام باطل. مثلا خدا میفرماید که فقاتلوا ائمة الکفر، یعنی اونهایی که اومدن یک جامعه رو تشکیل دادن بر محور امام باطل. شما با مردم اون جامعه نباید کار داشته باشین. با کی؟ با ائمة الکفر. گفتم هی دارم بحث دارم میکنم، ریشه ها رو بزنید. شاید این مردم در اثر اشتباه و کج‌فهمی و جهل اومدن این رو انتخاب کرده، اصلا دنبال حق بوده، حق رو غلط فهمیده. چه بسا اگه متوجه بشه خودش هم دقیقاً همین جوره. اینها مستضعف هستن، اما دولت کافر، اون محوری که اومده مردم رو استعمار کرده، باید مستقیم جلوی اون ایستاد. الان توی همین ماجراهای اخیر ما داریم بعضی از این کشورهای اروپایی رو مخصوصا می‌بینیم که دولت‌هاشون حامی رژیم صهیونیستی هستند ولی مردمشون حامی فلسطینن. آفرین. متوجه میشن، میبینن. شاید بهترین مثال الان مردم دارن میبینن، تو رسانه دارن میبینن که مردم فرانسه، مردم آمریکا، مردم مختلفی که محکم وایسادن میگن بابا دست از این ظلم بردارین، بابا این ظلم آشکار دیگه، ولی دولت‌هاشون دارن به ظالم کمک میکنن. چون زیبا امیرالمومنین فرمودن که ظالم فقط اون کسی نیستش که مستقیم داره ظلم میکنه. ظالم سه گروهه: اون کسی که مستقیم ظلم میکنه، اون کسی که یعین الظالم داره به ظالم بمب میده، کمک میکنه، سلاح میده، و اون کسی که صحنه رو میبینه میگه آها حقشونه، بذار بکشن، راضیه به این صحنه. اون کسی که راضیه به این صحنه ظلمه، اون هم عین خود ظالم هستش. بعد حضرت فرمودن الساکت اخو الراضی،
اون کسی که این صحنه رو میبینه، حالا حالت ظاهریش نیستش که آخش من کیف کردم، ولی سکوت داره میکنه. حضرت اینم داداش همون کسی که داره میگه آخش من کیف کردم. در واقع داره کمک میکنه به ظالم. در واقع داره کمک میکنه به ظالم. لذا اینکه ما فریاد بزنیم بر علیه ظلم، این فضای دین ما این موضوع رو بیان میکنه. خلاصه داشتم میگفتم یک جامعه یا با محوریت آمر و حاکم ظالم تشکیل میشه یا بر محوریت آمر و حاکم حق تشکیل میشه. خدا در قرآن میفرماید فاتبعوا امر فرعون، اینها اومدن امر فرعون رو اطاعت کردن، جامعه ظالم تشکیل دادن. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، این امام باطل هم اینها رو میبره به سمت آتش میکشونه. این هم کلا بدونید وقتی ما تو قرآن داریم آتش، این آتش لزوما آخرت نیست، آتش از دنیا شروع میشه، آتش از دنیا شروع میشه. لذا خدا توی سوره بقره میفرماید که کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتوا به متشابها. ما طعم بهشت رو تو این دنیا میچشیم، ادامه این بهشت میشه بهشت اخروی. لذا اومد محضر امام صادق علیه السلام گفتش که فاسأل الله الجنه، از خدا بخواهید که ما وارد بهشت بشیم. امام صادق فرمودن که مگه الان تو بهشت نیستید؟ شما همین که از امام دارین تبعیت میکنید، جامعه حق رو تشکیل میدید، یه جبهه حق رو تشکیل میدین، تو بهشت هستید. از خدا بخواهید که از این جبهه خارج نشید، از این بهشتی که الان تو تبعیت از امام، دلبستگی، پیوستگی، وابستگی، همبستگی با امام دارید، از این حالت خارج نشید. اگر خارج بشید وارد جهنم میشید. پس ببین بهشت و جهنم از اینجا شروع میشه. امام حق، امام باطل. خدا توی قرآن میفرماید یقدم قومه، امام باطل جلوی قومش وایساده، قومش ارادهشون دادن دست امام باطل، همشون دارن تو جهنم. جهنم از همین دنیا، زندگی‌های خلاصه غیر الهی، زندگی‌های حیوانی. خدا توی قرآن میفهمه توی محور جامعه حیوانی اینجوریه که اینها تمام همشونه که چی بخورن، بهتر بخوابن، بهتر بپوشن، اصلا این رو ابزار نگاه نمی‌کنن برای یک زندگی متعالی، برای ملاقات با خداوند متعال. در جای دیگه خداوند فرمود جعلناهم ائمة یدعون الی النار. اما جای دیگه خدا میفرماید که سوره انبیا و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا، اما اهل بیت علیهم السلام هدایت به امر خداوند متعال میکنن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما هم به ائمه حق رفتارهای زیبا رو وحی میکنیم تا اونها به مردم یاد بدن. و البته من اینم به شما بگم، یه لحظه الان من گفتم امام حق، امام باطل، جامعه باطل، یه لحظه فکر نکنید که آقا پس کار دیگه از دستمون در رفت و جامعه باطلی الان هست و تمدن. اینو بدونید وقتی که امام حقی در همه عالم هست، الان امام زمان ما صاحب همه عالم هستش، این امام حق این گونه است. بذارین حکمت 22 نهج البلاغه رو بگم. لنا حقٌ فان اعطیناه و الا رکبنا اعجاز الابل و ان طال السرا. ما حق حاکمیت داریم. اگر این حق رو در ظاهر به ما دادن، خب ما حکومت ظاهری میکنیم. اگر ندادن، ما پشت پرده همه مدیریت هستیم. ببین اعجاز الابل یعنی از پشت داریم هدایت میکنیم. عزیزان من، هیچ کسی در هر جای دنیا ناامید نشه. اینو بدونیم که همه جای دنیا یک حاکم داره، اونم امام زمان علیه السلامه. اگر هم به ظاهر یه جایی اسرائیلی هست که داره ظلم داره میکنه، مردم غزه باید بدونن که امام حق اینجا هست و هوای اونها رو داره. اونها باید مقاومت بکنن در برابر این امام باطل و بدونن که امام حق یاریشون میکنه. ان تنصروا الله ینصرکم. متوجه شدید؟ لذا امیرالمؤمنین فرمودن ما اصلا طولانی شدن شب ما رو از مقاومت نمیاندازد. یکی از بحثایی که انشاءالله بیشتر خواهیم کرد اینه که اهل بیت همیشه اینجوری بودن، با یک صبر عجیبی تو جبهه مقاومت محکم تلاش میکردن بر علیه باطل. اگر در ظاهر هم تو حکومت بودن، در جلوی حکومت که خیلی خوب، اگرم نبودن ناامید نمیشدن. این فضای مقاومتی که اهل بیت به ما یاد دادن. خب و چقدر الان دارن پیروی میکنن همین مردم مقاوم فلسطین. همه جبهه مقاومت ما معتقدیم روح جریان امامت امروز تمام جبهه مقاومت رو گرفته.
این واقعا پیروان واقعی مکتب اهل بیت مجموعه جبهه مقاومت هستند. اینو معتقد هستند. چند روز پیش از آقام فرمودن گفتن حالا مظلومیت و کشته شدن به شهادت رسیدن کودکان و زنان یه طرف قضیه است، اما این شجاعت، این صبر، این شکیبایی واقعا چیز عجیبی است. و این فرمودن که میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطله. همینجوره. و چرا آقا فرمودن که من دست و پیشانی تک تک رزمندگان این جبهه رو که در برابر این باطل ایستادن میبوسم؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه ما یه جبهه واحد داریم، اونم جبهه مقاومته و اونم روح کلی جریان امامته. امام یعنی تمام صبر و شکیبایی همراه با یک تلاش و مجاهدت دائمی در برابر طاغوت. این روح امامته. امامت یعنی این. و اگر این ببخشید بازم و اگر این همین اینی که فرمودین، همین جمله اخیرتون هر چی پررنگ‌تر بشه، ما به زمان ظهور نزدیک‌تر میشیم. یعنی زمینه سازی و ظهور یعنی این. دقیقاً. که بتونیم یه جبهه واحد ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. اینا رو امام زمان نوشتن برای شیخ مفید. فرمودن به شیعیان ما یعنی همه پیروان این مکتب، همه اینا که روح اون جهاد و مقاومت اسلامی تو تمام وجودشون هستش، بهشون بگید با همدیگه اتصال قلب داشته باشید و با همدیگه به سمت اون جبهه باطل یورش ببرید توی این فضا که انهم بنیان مرصوص. اینا آیات قرآنه. اگر این اتصال ایجاد بشه توی این مبارزه دائمی با طاغوت، قطعا ما به زمان ظهور به شدت نزدیک میشیم. انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقای هدایت. اجازه بدین میدونم که یه پارت دیگه اگر یه فاصله بگیریم از دوستانمون برگردیم و بخش بعدی رو در خدمت شما باشیم. اجازه؟ خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم. آیه 112 سوره مبارکه هود رو دوستان پخش کردن. خیلی به جا بود. انشاءالله به برکت این استقامت ها و آنچه که قبل از پخش این آیه فرمودید از شما یاد گرفتیم، اینا همه باعث بشه ما زودتر چشممون به رخسار دلارای یوسف زهرا روشن و منور بشه، امام زمانمون، و ما جزو امتشون باشیم، امت به حقشون، و در مقابل امام باطل در رکابشون بتونیم انشالله تکلیفمون ادا بکنیم. دقیقاً همینجوره. در خدمتیم. این که روی کلمه امت خیلی دارین تاکید میکنید، ما باز یادآوری بکنیم که وقتی که مردم اطاعت میکنن از امامشون، مجموعه این مردمی که تک تک شاید 10 میلیون 20 میلیون 80 میلیون هستن، اینها میشن یک انسان گسترده. این که میگیم امت یک شخصیت کلانه. این شخصیت کلان اسمش امت امام زمانه. یوم ندعو کل اناس به امامه. یک دست، یک رنگ. دقیقاً. روز قیامت ما رو همه این شخصیت کلان رو یک جا صدا میزنن با اماممون و دقیقاً پیروان امام باطل و تمدنی که ایجاد کردن، اون انسان کلان باطل، اونها رو با امامشون صدا میزنن. لذا دقیقاً همین جبهه حق و باطل همین جوری محشور میشن. شما اونو می‌خواستید بیاید، این مال شما، شما اینو می‌خواستید. دقیقاً. لذا خدا میفرماید که یقدم قومه، او جلوی قوم خودش هست، با همدیگه میرن توی آتش و امام حق جلوی قومشون و این ادامه تمدن دینی و الهی وارد بهشت. همین که فرمودین که قبل‌تر که بهشت از همینجا شروع میشه کم کم، جهنم هم ظاهرا همینطوره. دقیقاً همینجور هستش. و نکته بعدی اینه که اون اتصال، همبستگی، پیوستگی، وابستگی و دلبستگی تو هر دو جبهه هست. یعنی پیروان امام حق رابطهشون با امام حق این دلبستگی، یعنی دلشون دل داده او هستن، ذهنشون با اوست، با او فکر میکنن. ببینید هرچه ما داریم به دوران ظهور نزدیکتر میشیم، این اتفاق تو جبهه حق و باطل بیشتر پررنگ میشه. دقیقاً. لذا باید خیلی آماده باشیم برای اینکه امام حق رو بشناسیم و به او دلبسته، وابسته، پیوسته و همبسته بشیم تا اون امت اسلامی شکل بگیره، اون امت مقاومت شکل بگیره. این پیرو اون
اون ادامه فرمایش حضرت علی بود. برگردم، ما چرا از جریان بت پرستی شروع کردیم؟ میخواستیم از پایه توحید شروع بکنیم. ببینید آقای قوامی عزیز، توحیدی که در قرآن بیان شده پایه امامته و پایه دین ماست. خیلی قشنگ توی روایت داره از توحید نصف الدین، توحید نصف دینه و من معتقدم نصف دیگه دین امامت و ولایته. این یه بسته کامله. ریشه امامت و ولایت توحید هست. من یاد حدیث سلسله الذهب امام رضا افتادم. دقیقاً. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابه، به شرط ها و شروط ها. این میشه امامت و ولایت. دقیقاً. راه رسیدن به اون توحیدم امامت و ولایته. اما منظور از توحید چیه؟ اینجا خیلی مهمه. ما تصور ابتداییمون از توحید این است که خدا اینجوری یک حقیقت اینجاست، کنارش خدایان دیگری نیست. لذا تا اومدیم با بچه‌های خودمون توی کتاب‌های درسی و توی فضای انتقال معارف توحیدی صحبت بکنیم، اینجوری گفتیم که خدا یه دونه است. ببین عنوان زدیم خداشناسی، اما تمام فصل خدا اثباتی بود. چرا داری خدا رو اثبات داری میکنی؟ چون برای رفع این شبهه است که کنار اون وجود واحد وجودات دیگری نیست. بعد میگیم تو الان داری اینقدر انرژی صرف میکنی برای این موضوع، اصلا این شبهه هم هست؟ خوب دقت بکنید، خدا توی قرآن میفرماد افالله شک کن فاطر السماوات والارض. مگه توی اون حقیقت واحد هم شکی هست؟ مگه کسی تو ذهنش هم اومده که حقیقت 2 تا بشه 3 تا بشه؟ اون اصل حقیقت واحد اصلا اگه بشه دیگه حقیقت نیست. دیگه حقیقت نیست. اون یه دونه است. حقیقت غیر از اون میشه باطل، غیر از اون میشه غیر حق، غیر از اون میشه غیر واقعیت، غیر از اون وجود واحد میشه غیر منطقی نیست. اصلا منطقی نیست. اصلا این شبهه نیست تو ذهن. بذارید من براتون 6 تا آیه قرآن حداقل عناوینش رو بگم یا آدرس بگم، عزیزان برن مطالعه بکنن. خدا توی قرآن دائما این موضوع رو بیان میکنه که ببینید اصلا شبهه چند خدایی به معنی چند وجود نیست که شما دارین اینقدر انرژی صرف میکنید. من کتابای دینی رو ورق میزنم، کتاب معلم‌های دینی رو که زحمت کشیدن تدوین کردن رو نگاه کردم. برهان امکان و وجوب، برهان بفرمایید حرکت، همه عالم داره حرکت میکنه، یه محرکی میخواد اون محرک باید واحد باشه. برهان نظم، همه عالم نظم داره، یه ناظم میخواد اون ناظم باید واحد باشه. همه عالم ممکن هستن یه واجب. آقا یه لحظه توقف. اصلا شبهه ذهنی چند خداییه. ببینید آیات رو، سوره زمر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از همین مشرکین، از همین به ظاهر بت پرستا بپرسی کی آسمان و زمین رو خلق کرده، لا، این تأکید، حتما نون مثقله، میگویند خدای واحد. چرا میگم خدای واحد؟ چون یه جای دیگه خدا به جای الله میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم. ببین اون خدایی که تو اعتقاد داری با اون صفات العزیز و العلیم، اون هم اعتقاد داره. اینقدر تلاش نکن الان خدا اثباتی بکنی. خدا رو به من معرفی بکن، خدا رو برای من نشون بده. فطرتاً این تو تنظیم کارخونه ما قرار داده شده. تو تنظیم کارخونه مشرکین هم هست. الان به این میخوایم برسیم اتفاقا. ببین تو برای من عین قرآن خدا رو معرفی بکن. یحول بین المرء و قلبه هو معکم اینما کنتم اسمع و ارا. میبینمت، میشنومت. وقتی خدا به حضرت موسی گفت تو برو، من دارم تو رو میبینم، بعد جان به تو نزدیکترم. اقرب الیه من حبل الورید، از جان خودت به خودت نزدیکتره. این خدا رو اینجوری بیانش بکن. هی تو داری برهان برای من میاری که خدا واحده. خب فهمیدم، میدونم، من که قبول داشتم. ببین خدا توی قرآن میفرماید که و سخر الشمس و القمر. کی داره مدیریت میکنه؟ خب بعضیا میگن که باشه اونا به اصل وجود خدا اعتقاد داشتن، اما به عنوان مدیر شریک قائل بودن. بابا خدا داره میفرماید شمس و قمر رو اینها قائلن من خدا دارم مدیریت میکنم. من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض. کی از آسمان باران نازل میکنه؟ من خدا. همون خدایی که پیغمبر داره میگه اونا میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اونتا حاکمان طاغوت سر اینا رو گرم کرده بودن.
میگفتن میخواهید به خدا نزدیک بشید، میخواهید اینا شفیع پیدا بکنید برای رسیدن به خدا، این نمادها رو بهشون توجه بکنید. پرستیدن اینجا معنی توجه کردن هستش. ببینید من داشتم فکر که حتی اونهایی که خودشون میگن ما هیچ خدایی رو قبول نداریم، باز اون جایی که از همه جا مونده و رونده میشن متوجه یک حقیقتی دقیقاً خدا بارها اینو تو قرآن بیان میکنه، میگه که وقتی که اینا وسط دریا قرار میگیرن من رو صدا میزنن، از گیر این جریان حاکمیت طاغوت تو اضطرار رهایی پیدا میکنن، من اون حقیقت رو صدا میزنم بدون واسطه ای که اینها درست کردن. اما همین مردم که خدا رو به عنوان خالق، به عنوان مدیر و مدبر عالم قبول داشتن، از دیگران امر میگرفتن، مطیع دیگران شدن. لذا هی خدا بیان میکنه لا اله الا انا فاعبدون، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بابا تو امر شیطان رو گوش نکن. میدونید خدا توی قرآن بیان میکنه که من به شیطان این قدرت رو دادم و این اجازه رو دادم، استفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و شارکهم فی الاموال والاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. خدا توی قرآن میفرماید من به شیطان این قدرت رو دادم که صحبت بکنه، که بیاد آروم آروم وسوسه بکنه، بیاد تو اموال و اولاد و اینها مشارکت بکنه، توجه ما رو به خودش جلب بکنه. بعدم خدا میگه شیطان دروغ میگه، به حرفش گوش نکن، منو گوش کن، به من نگاه بکن. ببین این لا اله الا انا یعنی به من نگاه بکن، حرف من رو گوش بده. اما حاکمان طاغوت که اینها در واقع اون و اجلب علیهم به خیلک، اینها خیل شیطانن، اینا سپاه شیطانن، دائما دارن به مردم امر میکنن در برابر امر خداوند متعال. دقیقاً انبیا اومدن امر خدا رو به مردم بگن و بگن آی مردم ما فرستاده اون حاکم هستیم، ما از جانب خدا هستیم. ببین این کلمه به خسرو پرویز پیغمبر اکرم نامه نوشت، ببین از خودت امر نکن، من رسول خدا هستم و آمده ام که تو هم به امر خدا اطاعت بکنی. و اگر ببین پایان نامه رو عزیزان مراجعه بکنن، پایان نامه پیغمبر اکرم میفهمد خسرو پرویز اگر تو به امر خدا به خاطر رسالت من اطاعت نکنی، این انحرافی که در مردم ایران هست به گردن توست. این که اینها الان به انحراف افتادن و از خدا غافل شدن و دارن حاکمان طاغوت رو توجه میکنن، این به گردن توه. ببین خیلی موضوع مهمه. لذا پیغمبر اکرم میاد به حاکمان طاغوت اول نامه میزنه، اونها رو دعوت به حق میکنه، چون حاکمان طاغوت اگر مثل نجاشی پادشاه حبشه برگردن به سمت حق، جامعه درست میشه. پس بنابراین ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که منظور از توحید در قرآن توحید در طاعت و حاکمیت. بله. و منظور از شرک در قرآن شرک در طاعت و شرک در حاکمیت. به محض اینکه مردم بیان اطاعت بکنن از هر قانونی غیر از قانون خدا، از هر شخصیتی که امر غیر خدا رو بهشون میگه، اونها مشرک میشند. و بت پرستی نماد اون جریانه. عزیزم نگو که آقا دیگه الان که کسی تو دنیا بت پرستی نداره که، بس این دستورات اسلام که اینقدر جو شرک و نمیدونم این حرفو صحبت میکنه، این چیه؟ شرک یعنی چی؟ شرک یعنی این که افراد تصور بکنن غیر از خدا قدرتی تو عالم هست. بله. خیلی ممنونم. سلام. خیلی لذت بخش بود این فرازهای صحبتاتون. من خیلی دلم می‌خواست صحبت بکنم، وقت برنامه تموم شد. کلی حرف تو ذهنم اومد می‌خواستم مطرح بکنم، ان شاءالله توی برنامه‌های بعدی. ولی این نگاه به بحث توحید یه نگاه فوق‌العاده بود. بحثی که ما تمرکزمون بیشتر روی اثبات خداست، نه شناخت خدا. و اصل اون شناخت است، نه اثبات. باز به تعبیر خود از خود قرآن کریم هم که فرمودین. داشتم فهم کردم همه پیامبران و امامان هم همین کار رو در واقع از ما دعوت کننده به سمت خدا و دور کننده از باطل. توکل به خدا. انشالله باز این بحث رو ادامه میدیم. این حرارت رو همجوری حفظ کنیم تا هفته بعد انشالله استفاده کنیم. اوامر ندارین؟ خواهش میکنم. من خیلی دوست دارم که الحمدلله یک
جامعه‌ای داریم، یه تمدنی داریم که راحت میشه توحید رو فریاد زد توش. الحمدلله. واقعا همه شهدایی که پای این جریان خون دادن انشاءالله با امام حسین علیه السلام محشور باشه. الهی آمین. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم. مراقب خودتون باشین. یا حق. خداحافظ.